تصور کنید که شما در یک روز 20,000 مرتبه نفس میکشید ولی میدونید که دقیقاً به ششهایتان چی وارد میشود. اگر هنوز به صحیفه ما ابونه نشده پس ابونه شوید. حالا میگوییم سال 2024 تاجیکستان از روی افلاس شوی هوا در جهان جای چهارم را اشغال کرد. سطح چنگ و غبار از معیار مقرر شده سازمان جهانی تندرستی 10 مرتبه زیادتر است. ماشین‌های کهنه، پرتاب‌ها، انگشت همه اینها در هوایمان هست و ما هر روز همین هوا را نفس میکشیم. این چنگ PM2.5 نام دارد. آن از موی آدم 30 مرتبه خردتر بوده به شوش به خون وارد میشود و در آنجا باقی میماند. این میتواند سبب سرطان، سکته دل، ضیق نفس و قند گردد. طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی هر سال از هوای افلاس 7 میلیون نفر میمیرند. برای پیشگیری این حالت چیکار باید کرد؟ یکم هرچی بیشتر نهال شنود. دوم نباید پرتاب‌ها را سوزاند. سوم نقلیات از جهت اکولوژی تازه را انتخاب کرد و یا از دوچرخه‌ها استفاده برد. هر قدم شما برای حفظ هوای تازه مهم است زیرا شما نیز یک قسم حل مشکلات هستید. شما برای تازه نگاه داشتن هوا کدام کارها را انجام میدید؟ در شرح‌ها بنویسید.